به اساس فیصله کابینه محترم امارت اسلامی افغانستان و به هدایت مستقیم وزیر محترم امور داخله الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی، تمام موانع از اطراف نهادهای اماراتی و تاسیسات نظامی در سراسر کشور برداشته خواهد شد. چون که مسئولیت اجرای این روند به دوش وزارت امور داخله گذاشته شده است، بناهن در گام نخست برداشتن موانع از اطراف قرارگاه این وزارت آغاز گردیده و به تعقیب آن در سایر نهادها و تاسیسات اماراتی در مرکز و ولایت کشور نیز عملی خواهد شد ان شاء الله العزیز. و این یک پیغام خوب امنیتی است که الحمدلله در حال حاضر در سراسر افغانستان امنیت کامل و گسترده تامین گردیده و دیگر نیازی به همچنین موانع احساس نمی شود. موجودیت و مشاهده چنین موانع علاوه بر مزاحمت به شهروندان و اخلال نظم ترافیک، زیبایی شهر را نیز تحت تاثیر قرار داده است و هدف از این علی الرغم رفع چنین مشکلات بهتر شدن چهره شهر کابل و سایر شهرهای ولایت می باشد.